امیدوارم وقتتون بخیر باشه. همونطور که توی ویدیو قبلی به صورت اینترو با محیط در واقع قابلیت‌های پنل کانکتیکس آشنا شدید، توی این ویدیو قصد داریم وارد پنل بشیم و یک نگاه اجمالی به قسمت‌های مختلف این پنل بندازیم تا ببینیم واقعا چه امکانی در اختیار ما قرار میده. خب وارد پنل میشیم، ایمیل و پسوردی که بهمون داده شده وارد میکنیم و دکمه لاگین رو میزنیم. اولین قسمتی که مشاهده میکنید قسمت داشبورد ما هستش که این بالا میبینید. توی داشبورد اطلاعات کاملی که فکر نمی‌کنم هیچ پنل دیگه همچین اطلاعاتی به شما بده مشاهده میکنید، از جمله تعداد کلاینت ها، تعداد کلاینت های آنلاین که خب تو بقیه پنل هست، ولی قسمت های مختلف دیگهش که در ادامه خواهید. توی قسمت پلنز میتونید شما پلن هایی که تعریف کردید و همینطور پلن رایگانی که دارید تعریف کردید رو اینجا مشاهده بکنید که در اختیار در واقع کاربراتون قرار میدید. تو قسمت ترانزکشن هم میتونید موارد مالی مثل سودی که در واقع دارید برای هر ماه یا ماه‌های گذشته، همینطور مبلغ بدهکاری که دارید و مواردی از این دست که در ادامه در ویدیوهای بعدی کامل‌تر توضیح خواهم داشت خدمتتون مشاهده بکنید. تو قسمت پایین‌تر یعنی چارت هامون ما یه اطلاعات خیلی کوتاهی گذرا داریم در رابطه با تعداد کاربرامون که روی چه پلتفرمایی هست. همونطور که می‌بینید روی اندروید که با رنگ سبز مشخصه مقدار بیشتری از کاربرامون تشکیل داده و iOS و ویندوز همینطور توی چارت کنار دستش هم نسخه در واقع در حال استفاده کاربرامون نشون میده که ببینید این پنل البته چون پنل دمو هستش آپدیت نداره. اکثرا از نسخه مثلا 1.2 دارن استفاده میکنن و نسخه 1.3 رو هنوز کسی آنچنان دانلود نکرده. همینطور این پایین هم به شما یه شمای کلی میده که چقدر اکانت پرمیوم ساختید، یعنی به در واقع مشتری خودتون دارید و چه تعداد هم فقط از اکانت های فری شما استفاده کرد. یه شمای کلی از وضع حال حاضر شما رو اینجا به شما نمایش میده. توی قسمت اکانت اگر وارد بشین میتونید یوزراتون رو مشاهده بکنید که به چه صورت هستش، نام کاربری، رمز عبورشون که ساخته شده، این یوزر چند روز از زمانش باقی مونده و چه پلنی استفاده کرده، چقدر حجم مصرف کرده و همینطور که میبینید نشون میده که از چه پلتفرمی داره استفاده میکنه، iOS، اندروید، ویندوز. توی این قسمت هم میبینید که آخرین زمان آنلاینش رو نشون میده که حتما از این رنگ ها معنی داره که در ادامه بهتون توضیح خواهم داد. و همینطور توی این قسمت هم میتونید شما یک اکانت جدید بسازید برای مشتری داریتون و این قسمت ها رو که از چه پلنی استفاده بکنه، پسوردش چی باشه، یه سری اطلاعات اگر ازش دارید میخواید ذخیره بکنید داخل پنلتون که بعداً راحت‌تر دسترسی داشته باشید، همینجا میتونید تعریف کنید. تو قسمت بالک مود هم میتونید یه سری تنظیمات دیگه مربوط به نام کاربری و همینطور سری در واقع نام کاربری های خاصی استفاده بکنید که به گروه خاصی اگر میخواید بدید میتونید اینجا به صورت ویژه اکانت بسازید. این نگاه اجمالی بود. بریم سراغ پلن. میتونید اینجا پلن های خاص خودتون رو تعریف بکنید، یعنی مثلا دوست دارید اکانت یک ماهه بدید، اکانت های حجمی بدید، نامحدود بدید و 2 کاربره، 3 کاربره با ترافیک های مختلف و زمان های مختلف. یه سری در واقع حالت های پیش‌فرض هستش که اینجا وجود داره، شما میتونید اینا رو استفاده بکنید یا پلن خاص خودتون رو بسازید. و همینطور تو قسمت سورت میتونید بگید که به چه صورت نمایش داده بشه، هم برای شما هم برای در واقع کاربراتون که رباتی که به پنلتون وصل میشه میتونید اینجا به این صورت جابجا کنید. یعنی میتونید شما بگید که چند کاربره باشه، 1 2 3 4 و در واقع حجمی که ماهی که میخواید استفاده بکنه. اینجا شما اگر عددی رو وارد بکنید مثلا 54 گیگ، اینجا در واقع تعداد کانکشن رو مشخص کنید، قیمتی که توی فاکتور شما منظور میشه این بالا نمایش میده. تو قسمت ترانزکشن هم همونطور که از اسمش مشخص هستش، یه جوری هر اکانتی که می‌ذارید اینجا فاکتورش برای شما قید میشه که ریز به ریز میتونید داشته باشید که به چه صورت داره با شما حساب میشه. بلینک هم شما میتونید توی ولت خودتون یه مبلغ رو اگر دوست دارید قرار بده توی کیف پول خودتون که سر ماه از بسته به تعداد اکانتایی که میتونید به صورت اتوماتیک برداشت بشه، یا نه اگر نخواستید میتونید موقعی که زمان محاسبه هستش یکم هر ماه مبلغ رو پرداخت بکنید، اینجا اد بکنید، از حسابتون اتوماتیک کم میشه. در قسمت ولت هیستوری میتونید تاریخچه پرداخت خودتون رو داشته باشید. توی این قسمت اینوایس ها یا فاکتورایی که شما داشتید و پرداخت تیک میخوره
مشخص است برای چه ماهی، برای مهر ماه هستش، برای آبان ماه همونطور که می‌بینید و میتونید زیر فاکتورتون اینجا دانلود بکنید. کارنت اینوایس هم که دقیقاً به همین صورت فاکتوری که برای شما قید میشه میتونید اینجا مشاهده بکنید در لحظه. اگر موردی هستش، اختلافی دارید، میتونید با تیم فنی در ارتباط باشید، مشکلتون رو حل بکنید. توی قسمت ستینگ هم شما میتونید تنظیمات مربوط به نرم افزارتون رو سمت کلاینت هاتون داشته باشید که لوگوی نرم افزارتون رو میتونید تغییر بدید، رنگ نرم افزارتون رو میتونید اینجا تغییر بدید و اطلاعات دیگه‌ای که هستش در داخل منوی نرم افزار که در واقع کلاینت شما میبینه رو میتونید اینجا خودتون دستی به سلیقه خودتون تغییر بدید. توی قسمت تلگرام هم ربات تلگرامی که برای ارتباط و در واقع دادن اکانت رایگان هستش و همینطور اطلاعات دیگه‌ای که حالا در ادامه توضیح خواهم داد میتونید به در واقع پنلتون ربط بدید. تو قسمت رفرال هم اگر سلری یا نماینده‌ای رو شما معرفی کرده باشید اینجا براتون منظور میشه. یه مقدار از مبلغ فاکتوری که ایشون پرداخت میکنن هر ماه به شما به عنوان پاداش هر ماه محاسبه و پرداخت میشه. و این در واقع قسمت‌های مختلف پنل بود که خدمتون به صورت اجمالی توضیح دادم. در ادامه ویدیوها سعی میکنم قسمت‌های مختلف رو به صورت کامل به شما آموزش بدم. موفق باشید.